هاوکینز و طرفداران نظریات او معتقدند که هر یک از ادیان برای پیدایش عالم یه قصه دارند، یه نوعی برخورد میکنند. خب آیا خدا و داستان پیدایش خلقت در ادیان اینا همه افسانه نیست؟ بذارید من مطلب رو یه جور دیگه عرض کنم، امیدوارم باز کسی بهش بر نخوره. به نظر میرسه که ما در 99% تاریخ حضور و وجود انسان در کره زمین که به 200,000 سال میرسه از مرحله 7 سالگی تجاوز نکردیم و با آقای دکتر نیری، آقای دکتر ایدرزاده، یعنی رشد حسی، احساسی، ادراکی ما در حد 7-8 ساله مونده. و همینجاست که شما وقتی به همه کتاب‌های گذشته مراجعه می‌کنید شما با یه موجودی روبرو هستید که از طریق حس و هوش و تخیل به باور و اعتقاد میرسه. یعنی یه مجموعه‌ای می‌بینید، حس و هوش و تخیل و اون چیزی که احساس و اعتقاده میرسه و بر اساس اون در زمینه‌های مختلف حرف میزنه. امیدوارم کسی رو آزار ندم و اذیت نکنم. این داستان‌های ذهنی کودکان 3-4 ساله است. داستان‌های خلقت. دقیقاً. یعنی شما فرض بفرمایید حتی وقتی اونجا جدی میشه، اصلا شما روز اول دارید، روز دوم. خب روز وقتی است که کره زمینی باشه، خورشیدی باشه، چرخشی باشه که اصلا روز معنا پیدا کنه. شما درباره خلقت که با روز نمیتونید شروع کنید مگر یه معنای دیگه داشته. یا بعد فرض بفرمایید وقتی داستان خلقت داره تعریف میشه که آدم است و حوا و حابیل است و قابیل و این میزنه اون یکی رو میکشه و از ترس پدر فرار میکنه، میره یه مرتبه فرار میکنه و میره اونجا با قبیله هاش روبرو میشه که اونا رو تماشا میکنه. بعد تو اون قبیله مثلا یه پدر و مادری اصلا 7 دختر دارن. گویی یه دفعه اون کسی که داره داستان تعریف کنه یادش رفته که داستان خلقتی است که آدم و حوا بود و 2 پسرش. قبیله از کجا پیدا شد؟ دختر از کجا فراهم آمد؟ ما داریم داستان خلقت رو میگیم و هیچ توضیحی هم برای اینا نیست. ولی وقتی شما مواردی از این قبیل که اینقدر آشکارا در تضاد و تناقض با هر واقعیتی و استدلالی قرار میگیره همچنان اون رو میخوایم بپذیریم، باعث گرفتاری بسیاره. بنابراین اصولا این گفتگوها واقعا گفتگوهای بچهای 8-9 ساله که از نظر علمی وارد مرحله میشن که بهش میگن concrete operational state، از نظر رشد عقلی با واقعیات به گونه دیگه برخورد میکنن و درسته از سیستم استقرا استفاده میکنن، سیستم قیاس استفاده میکنن، ولی اینا رو کاملا میفهمن. بنابراین از نظر من این داستان مال 3 تا 5 سالگی انسانه، حتی مال 6-7 سالگی که اصولا ما در زمینه‌های دیگر رسیده بودیم، اقلا مثلا تا 500 سال قبل هم نیست. و بنابراین داستان‌های بسیار بسیار کودکانه است. حالا نام دیگه نمیخوام روش بگذارم که میشه برای پاسخ گفتن به سوالات بچه، برای درگیر کردن ذهن او ازش استفاده کرد، ولی هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. این به نظر من خیلی مهمه، برای اینکه دکتر هولاکویی مرتب میگن که امیدوارم به کسی بر نخوره، ولی بذارین بر بخوره، چون قرن هاست که به آدم‌هایی که میفهمیدن برخورده. حالا نوبت اونوریاست که یه ذره بهشون بر بخوره. به نظر من خدای ادیان خدای بسیار بچگانه است. حتی اینشتین در آخرین نامه‌ای که به فیلسوف اسرائیلی که از او 2 پرسش بسیار مهم رو میکنه که نظرت در مورد قوم یهود چیه و نظرت در مورد خدا چیه، این آخرین نامه‌ای است که از اینشتین باقی مونده و با دستخط خود اینشتین هست. 2 سال پیش یا 3 سال پیش هم این در ایبی $3 میلیون این نامه به فروش رفت و این مستندترین سندی است که از این آدم و ذهنیت این آدم در مورد خداوند ادیان به خصوص از نوع ادیان ابراهیمیش باقی است. و اونجا اینشتین به صراحت بیان میکنه که خدای بشر حاصل ناشی از ضعف بشر در طبیعت بوده و خدایی است که برای داستان‌هایی که برای بچه‌ها باشه خیلی جالبه. این فرمایشاتی که شما کردید من هر دکتر هر وقت صحبتش تموم شد توضیح عرض خواهم کرد. بله، در نتیجه میخوام بگم که برای حد اکثر و بیشینه فیزیکدانان، به خصوص کسانی که در علم کیهان شناسی هستن،
به خصوص کسانی که در علم زیست شناسی هستن، 95% آمارها در آمریکا البته نشون میده که 95% زیست شناسان باوری اصلا به خدا ندارن. یعنی دلیل نمیبینن که، چون خدا رو در آزمایشگاه ندیدن. اگر خود استیون هاکینگ همیشه بارها گفته که من پیرو پازیتیویسم هستم، یعنی فلسفه اثباتگرایانه هستم. اگر چیزی بشه دیدش، مشاهدهش کرد، من بهش باور میکنم. مشاهدم حالا نه اینکه حتما با چشم بشه دید، الان کلی ما روش های متفاوتی داریم. بذار اینو باز تکرار کنم، هیچ کس درباره خدا تا به روز هیچی نگفته. ما اومدیم صفاتی رو به خدا نسبت دادیم که خالقه، اسمایی رو به خدا نسبت دادیم که در بحث‌های ادیان هست، ولی اینا انسان سالم یا انسان کاملن. یعنی ما اومدیم خدا رو انسانگونه کردیم یا انسان رو خداگونه کردیم، چون ادم از این ور اومدن. ما اومدیم خدا رو انسانگونه کردیم، گفتیم کریم و سمیع و بصیر و علیم، همش صفات انسانی هست. یه زمانی بوده که این خدا شجاع هم بوده، یه زمانی بوده این خدا مکر و حقوق هم میذاره، چون مسئله جنگ و اینا بوده و مکر الله و الله خیر الماکرین. حقوق میزنن، خدا حقوق میزنه، خدا بهترین حقوق بازاست. یعنی صفات انسانی رو به اون نسبت دادن. یه دیگه از دوستان ما در طول تاریخ اومدن، ممکنه یه حرف خاصی داشتن که وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی اومدن فکر کردن که اصلا این انسانه که خداست و بنابراین انسان خداگونه است. برخی میگن اصلا خدا تو خود ماست، برید تو خودت خدا رو پیدا کنید. اینا دیگه خنده‌دارتر از اون کسانی هستن که خدا رو غیب میدونن. دیگه حالا یه دفعه خرورشون داشته و خودخواهی و نادانی به جایی رسوندنشون که ادعای خدایی هم میکنند و خود ماییم و غیر از ما هیچ نیست. و دیگه شما باید اوج خودخواهی و خودشیفتگیتون بالا زده باشه و کار رو دیگه به اونجا ببرید. بنابراین موضوع اصلی رسیدن به اینجاست که اگر این مفهوم عمومی که عرض میکنم از کجا میشه گفت آمده، این مفهوم عمومی که بحث خدا هست در میان آدمای کمی آگاه، ابداً قابل اثبات و رد نیست. هیچ کس هم راجبش هیچی نمیدونه، هیچ کس هم تا به امروز هیچی نگفته. اگر بینندگان خوب عزیز شما فکر کنن راجب خدا چیزی گفتن، لطف کنن به شما ایمیل بزنن، بعدن بیان و بگن. اگر میشه اینو خاموشش کنید جناب، مرسی، که این تلفن شما به درد شما میخوره ولی در کار خدا دخالت میکنه. اگر فکر میکنن بگن اصلا کی راجع به خدا چی گفته؟ گفتن حتی خدا یک، حتی خدا عادلی. یعنی چی؟ عدل بر اساس تعریف حقوقیش، قانونیش، قضاییش، دادن حق کسی به کسی. کی از خدا طلبکار بوده؟ خدا حق رو داده که عادل هم شده. بله، به جهانی که درست کرده که جهان ظلمه. یعنی این خلقتی است که 2/3 حیوانات برای زنده بودن باید یه حیوان دیگر بکشن بخورن برای یه روز تا زنده بمونن. یعنی این حرفا بسیار بی‌پایه و بی‌مایه است و در نتیجه اصلا معنایی نداره. اینا کوشش انسان بوده برای که مثل یه بچه کوچولو بهش که مادر چیه بگه مثلا شیرینیه، مادر چیه شیره. این تصور و تخیلی است که ما از مفهوم مادری داریم. بنابراین من چون با جناب دکتر نیری صحبت‌های فراوانی داشتیم و کمی هم با این مسائل آشنا هستم، عرض من این است که در دنیای علم جایی نیست. متاسفانه ما هنوز علیرغم همه پیشرفت‌هایی که کردیم، علیرغم اینکه انقلاب کشاورزی رو پشت سر گذروندیم، انقلاب صنعتی رو پشت سر گذروندیم، انقلاب الان اینفورماتیک و داده‌ها و اطلاعات رو پشت سر گذاشتیم، حالا این بحثی که اتفاقا من و دکتر هولاکویی بارها با هم داشتیم که میانگین سنی از نظر عقلی جامعه بشری چقدره، واقعا هنوز در دوره، حد اکثر در دوره احتمالاً نوجوانیشه، تینیج هودشه که این کارهای ابلهانه رو میکنن، چون آدمای عاقل که نمیجنگن، این کارهای فضاحتبار رو که در کابل انجام نمیدن که یا در ایران یا در هر نقطه دیگه‌ای که خاورمیانه، غرب، شرق دنیا. زبان جنگ زبان بچه هاست. حالا من دارم پامو تو حوزه شما میگذارم و شما ببینید بیشترین آمار امکان این که یک انسانی ممکنه که دستخوش مرگ بشه در همین دوره هویت طلبی نوجوانی و جوانیشه که ما الان بشر متاسفانه با اون سر کار میزنیم. حالا در دوره خدا انسان انگاری که دوره بسیار طولانی هم بوده، یعنی از 200,000 سال تا نزدیک 20,000 سال پیش، ما انسان رو در جایگاه خدا نشوندیم و بعد یک سری جادوگرهایی پیدا شدن در قبایل مختلف در تمام اینها که تقدسگرایی میکنن و برای این تقدسشون احتیاج به قربانی و چیزی که همکنون هنوز هم وجود داره، منتها اسمای مدرن گرفته، ما هنوز هم برای خدایانمون، حالا هر چیزی که میشه باشه، قربانی میکنیم.
این هنوز مونده، یعنی در اون روان بشر باقی مونده متاسفانه به علت دوره بسیار طولانی که بوده، یعنی نزدیک 180,000 سال خدا انسان انگاری وجود داشته. آقای دکترم به زیبایی گفتن که صفات خداوند صفات انسانیه. ضمن اینکه اگر بخوام یک بحث تاریخی به مسائلی که در ادیان به خصوص ابراهیمی وجود داره، بسیاری از این ادیان برگرفته از تاریخ‌هایی است که در فرهنگ‌های خرد فرهنگ‌های اون منطقه بوده و حالا یک رنگ و لعاب دینی بهش زده شده. ماجرای موسی، ماجرای باکرزایی عیسی، اینها چیزهایی است که در فرهنگ‌های قدیمی‌تر بابل و سومر وجود داشته و بسیاری از داستان‌ها داره. و بعدم اگه دقت کنید متاسفانه خدای ادیان ابراهیمی به خصوص بسیار بسیار محدود به منطقه خاورمیانه، یعنی وعده هایی که برای بهشت میده بسیار بچگانه است. وعده هایی که برای اون دنیا میده معلومه که از دید یک انسانی است که در بیابان هاست، جهنمه. در مورد زمهریر صحبت نمیشه. احتمالاً اون خدای از فرض کنید هوایی بهشت امروز انسان ها خبر نداشته، مشخصا نداشته، از قطب شمال و جنوب خبر نداشته. بنابراین آگاهی هایی که در اونجا هست و من اینم واقعا میگم به قول معروف نمیتونم بپذیرم که اگر اطلاعات بیشتری میداد مثلا مردم اون زمان نمیفهمیدن. من این کناست خدا رو نمیفهمم اینجا چرا نباید بده. و بعدم خب حالا اعتقادات عجیب غریب تری که بعضیا سعی میکنن با این واژه‌های مدرنی، بعضیا میگن مثلا این پیغمبرها ایلین بودن، موجودات فضایی هوشمند. این که دیگه بدتر و مسخره‌آمیزتر از اون داستان‌هایی است که در این کتاب‌ها اومده و یا تلاش میکنن که به یک نوعی با برای کیهان یک شعوری رو قائل بشن و به اون شعور خودشون رو وابسته بکنن. بنابراین من معتقدم که این داستان‌های بسیار جالبی است که فکر می‌کنم اتفاقا باز با دکتر هولاکویی راجع به این مسئله بحث کردیم که اینجا بچه‌های آمریکایی ازشون یک نظرسنجی شده بوده که یعنی از آمریکایی هایی که در دوره بچگی خب همه اینها شما حتما با هنریتون و اون نوه دیگر گلتون که اسمش رو فراموش کردم، دینا، احتمالاً راجع به سانتا کلاس یا اون چیزی که ما حالا به فرانسوی پاپا نوئل میگیم صحبت میشه و بچه‌ها اینو میپذیرن و خیلی دوست دارم و عملاً دکتر اتفاقا داستان جالبی دارن در این مورد حتما خواهند گفت. ولی بعداً اتفاقا این بچه‌ها وقتی که حقیقت رو فهمیدن ناراحت شدن که چرا بچه‌ها از اول بهشون واقعیت رو نگفتن، برای اینکه یه دوره خوشی رو دارن که یه همچین چیزی وجود داره. متاسفانه من فکر می‌کنم این خوشنودی روانی که برای بشر وجود داره و اینقدر برای بعضیا این یک حالت تخدیر کننده‌ای داره که بهشون حس خوبی میده که ترجیح میدن تو همون دنیای محدود و بچگانه خودشون بمونن و نفهمن که دنیای دیگری وجود داره. بنابراین راه نجات یا شاید استیفن هاکینگ داره ما رو کمک میکنه در این زمینه که برای نجات بشر هیچ راهی نیست که ما علم رو به نحوی بتونیم خانگی بکنیم، خانوادگی بکنیم، وارد زندگی بشر در همه ابعادش بکنیم تا از این طریق بتونیم این خرافه های مذهبی رو کنار بزنیم. دقیقاً مسئله حالا الزاماً مذهبی نه، هر خرافه الزاماً میتونه مذهبی نباشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه ایدئولوژی باشه، میتونه ایدئولوژیک باشه که اونها هم وحشتناکه. در واقع آدم هایی که کیش شخصیت دارن کم از این ادیان نکشتن در طول تاریخ. در واقع آقای پول پوت در کامبوج کم نکشته. استالین یک بی خدای بی دین بود ولی کیش شخصیت داشت. بنابراین ما منظورمون ایدئولوژیه که حالا میتونه دینی باشه یا غیر دینی باشه. مسئله این است که ما بحثی هم که با دکتر هولاکویی داشتیم، من خیلی خوشحالم. من بعد از دکتر هولاکویی در این زمینه واقعا تشکر بکنم که در جامعه ما این سابقه نداره متاسفانه. یعنی اصلا چیزی به مفهوم ساینس پاپولاریزیشن، یعنی ترویج علم یا دانشگستری، حالا واژه‌های فارسی بخوایم استفاده بکنیم، نداریم ما سابقه شو. در غرب این سابقه بسیار طولانی داره، تقریبا برمیگرده به عصر پسامدرنی که وجود داشته، یعنی بعد از انقلاب علمی که میشه. در کشور ما برای اینکه ما فرهنگ علمی نداشتیم و خودمون تولید کننده علم نبودیم، این نبوده و حتی دیدید اغراق‌هایی که در مورد شخصیت‌های علمی داخل کشور میشه و
چون متوجه عقب افتادگی علمیمون هستیم فکر میکنیم مثلا احتیاج به یک قهرمانی داریم که اون قهرمان بیاد عقب افتادگی 300 خورده ای ساله علمی ما رو جبران بکنه. مثلا باز به طور نمونه من بگم شما ببینید یک کسی مثل محمد عبدالسلام برنده جایزه نوبل فیزیک، تا به امروز هم تنها فیزیکدان به اصطلاح مسلمانی است که تونسته جایزه نوبل فیزیک رو ببینه. شما ببینید چه تغییر و تحولی در افکار مردم پاکستان ایجاد شده. هنوز 51% مردم پاکستان بی سوادن، هنوز 80% مردم باور دارن که زلزله به خاطر قهر خداونده. بنابراین میخوام بگم مشکل ما اتفاقا این نیست. مشکل ما این نیست که ما بتونیم یک نخبه‌ای رو از جامعه بدیم بیرون. پارسال دوست عزیز و دوست داشتنی هم خانم مریم میرزاخانی بالاترین افتخار ریاضی جهان رو کسب کرد، شد بانوی اول ریاضیات. اما این تحولی در نوع تفکر جامعه ما ایجاد نکرده. هنوز جامعه ما بسیار خرافیه. میخوام بگم اون چیزی که ما باید بهش همگان فکر بکنیم و از این جهت کار دکتر هولاکویی خیلی ارزشمنده. دکتر هولاکویی نه جایزه نوبل گرفته نه جایزه فیلد ریاضیات رو گرفته، ولی به نظر من کار بسیار عمده‌ای کرده. بردن علم به در واقع سطح جامعه، این خیلی کار مهمی است و من امیدوار هستم که یعنی کارهای کسایی مثل هاکینگ همینه. و حرفم این نیست که همه قرار دانش ورز، اصلا نمیشن. اصلا چه دنیای، من همیشه گفتم چه دنیای کسل کننده بشه اگه بخوان همه فرض کنیم فیزیکدان و شیمیدان و ریاضیدان و روانشناس بشن. همین گوناگونی دنیا قشنگه. حرف ما این هست که مردم رو وادار بکنیم به این که برای استدلال‌های روزانه‌شون استدلال علمی بکنن و برای اون کار شما لازم نیست عالم طبیعی، علوم طبیعی باشید. برای اون کار شما باید بتونید از خردتون استفاده کنید، عقل علمیتون رو به کار ببرید. همین.